درود شنوندگان عزیز، شرح خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما از استودیو مرکزی رادیو موجیر میشنوید. امروز 27 می 2020 سال است. شام 26 می سال جاری 22 شهروند تاجیکستان که در بازداشتگاه موقتی برای شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه بودند از شهر کراسنویارسک به دوشنبه انتقال یافتند. آنها با طیاره اورالسکی اویالینی از کراسنویارسک روسیه به تاجیکستان پرواز کردند. همچنین در این طیاره جسد یک شهروند تاجیکستان نیز انتقال داده شده است. همزمان شام 26 می 200 شهروند روسیه از جمله 5 طفل با خطسیر مخصوصی اورالسکی اویالینی در مسیر دوشنبه کراسنویارسک تاجیکستان را ترک کردند. در این خصوص سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در پی تشکیل پروازهای چارتری صبح دیروز نیز 159 نفر شهروندان تاجیکستان از شهر یکاترینبورگ روسیه به دوشنبه انتقال داده شدند که طی چند ماه اخیر در بازداشتگاه‌های موقتی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه نگهداری می‌شدند. در همین حال وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که همه نفران از خارج کشور برگشته طبق دستورات و مقررات توسعه سازمان جهانی بهداشت تحت کرانتین فرا گرفته می‌شوند. شهروندان تاجیکستان که بر اثر پاندمی از کرونا ویروس در هندوستان درمانده‌اند از شهر دهلی به دوشنبه امروز پرواز می‌کنند. شماره هموطنان که امروز از هندوستان برگردانیده می‌شوند 45 نفر گفته می‌شود. انتظار می‌رود که طیاره با پرواز چارتری امروز ساعت 17:00 به وقت دوشنبه در میدان هوایی پایتخت فرود آید. خبرگزاری اوستا می‌نویسد که در این پرواز چارتری میان دهلی و دوشنبه تنها دانشجویان تاجیک که از روی برنامه‌های تعلیمی مبلغ گذاری شده حکومت هندوستان در آن کشور تحصیل می‌کنند به تاجیکستان برگردانیده می‌شوند. طیاره که از دهلی به دوشنبه هموطنان را انتقال می‌دهد هنگام بازگشت به هندوستان سنه 28 می سال جاری شهروندان کشور هند را انتقال خواهد داد. این پرواز به پروازهای مستقیم بین المللی داخل نمی‌شود. این تنها پرواز یک کرته چارتری بوده در هماهنگی مقامات تاجیکستان و هندوستان حاصل شده است. یادداشت می‌کنیم که چند روز قبل معلوم گشت که شرکت سامون ایر شهروندان تاجیکستان را که در دبی قرار دارند روز 29 می سال روان توسط پرواز مخصوص به دوشنبه برمیگرداند و همین طریق دومین پرواز مخصوصی صادراتی از امارات متحده عرب به تاجیکستان توسط شرکت هواپیمایی فلای دبی 31 می صورت می‌گیرد که در آن شهروندان تاجیکستان از شهر دبی به دوشنبه انتقال داده می‌شوند. شما برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما میشنوید. رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فایزف و همسرش در شفاخانه آقاخان در شهر خاروق با گمان سرایت‌یابی به ویروس کووید 19 بستری گردیدند. حالا نتیجه تشخیص‌های احتمالاً گرفتارشوی رئیس و همسرش به ویروس کرونا برای معاینه سازی به شهر دوشنبه ارسال گردیده است که تا حال جواب در این خصوص نیست. غالب نیتبیکوف سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر داده است که یادگار فایزف با کارمندان حکومت توسط تلفن تماس میگیرد و همه مسئله ها با او هماهنگ کرده می شوند. قبلا در شبکه‌های اجتماعی کاربران نوشتند که رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فایزف با ویروس کووید 19 گرفتار شده است، اما بعد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت آوازه ها را رد کردند و گفته بودند که یادگار فایزف سر کار است. وابسته به این مطلب غالب نیتبیکوف گفته است که در آن لحظه ها در حقیقت یادگار فایزف بیمار نبود و ما در این باره در شبکه‌های اجتماعی نوشتیم، اما پس از پیدایش نشانه‌های ویروس او را در بیمارخانه بستری کردند و هنوز معلوم نیست که رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان کرونا ویروس دارد یا نه. ما جواب‌های تحلیل ها را از دوشنبه انتظاریم، تاکید داشته است سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان. یادداشت می‌شویم که در رابطه با پیشگیری پنجشنبه بیماری کرونا ویروس مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان رفت و آمد شهروندان را از منطقه‌های دیگر ولایت و شهر خاروق کمی محدود کردند. برای مهمانان پایتخت که حالا در حدود ولایت قرار دارد این محدودیت تطبیق نمی‌گردد. موافق فرمایش ورود همه شهروندان به شهر خاروق محدودیت‌ها را در پی دارد، ولی در این سمت نیز به کارمندان ساحتی و کارمندان
مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر خوروغ و شهر نویه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان اینچنین به شهروندان احتیاجمند نیز استثنا کرده می شود. و از بدخشان به ختلان می رویم. در شهر باختر مرکز ولایت ختلان آزمایشگاه نوی ویروسولوژی برای تشخیص کرونا ویروس به کار درآورده شد. خبر می‌دهد آژانس خاور. به گفته سردار مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت ختلان نورالله بویاکوف، آزمایشگاه ویروسولوژی برای معاین کردن بیماران گرفتار کووید 19 فعال است. هر روز در آزمایشگاه از 150 تا 200 نمونه لابراتوری آزمایشی ویروسولوژی در شهر باختر کاملا رایگان است. تاکید داشته است سردار مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت ختلان نورالله بویاکوف. با گفته وی همه متخصصانی که در انتخاب نمونه ها و تشخیص بیماران و معاین سازی بیماری های سرایتی اشتراک میکنند دوره مخصوص کورس تعلیمی را گذاشتند. خاطر نشان میکنیم که قبلا تمام تشخیص ها از همه منطقه های تاجیکستان برای معاین سازی ویروس کووید 19 به شهر دوشنبه فرستاده میشدند که این هم وقت و خراجات زیاد را در پی داشت. یادرس میشویم که قبلا چنین آزمایشگاه های ویروسولوژی در شهرهای کلاب و خوجند نیز افتتاح گردیدند. و نظر به منطقه میکنیم. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین روز 26 می در جلسه نوبتی شورای وزیران کارهای خارجه سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی که توسط ویدیو کنفرانس برگزار گردید سخنرانی نمود. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور روابط خارجه جمهوری تاجیکستان دقت حاضرین را به وضع امروزه در افغانستان همسایه کشور تاجیکستان جلب کرده قید داشت که وضعیت موجوده از کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی طلب می‌کند که به طور موافق واکنش نشان دهند، از جمله اندیشیدن چاره‌های مؤثر جهت تحکیم حفظ سرحدات جنوبی سازمان. در این باره دپارتمنت اطلاعات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در جریان جلسه وزیران مسائل رشد نیروی صلح‌جویانه سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، نهادهای ناظر در شریکه سازمان، همکاری سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی را با سازمان‌های منطقه‌ای به مثل اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری شانگهای بررسی کردند. در چهارچوب بررسی وضع موجوده اپیدمیولوژی در رابطه با تهیه چاره‌های مؤثر در قبال پاندمی کرونا ویروس، سراج‌الدین مهرالدین درباره چاره‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مقاومت با پنجشنبه کرونا ویروس در کشور اندیشیده است معلومات داد. در سخنرانی خود وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اینچنین سمت‌های افزایش‌یابی همکاری‌های تاجیکستان در دایره سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی را قید نموده ضرورت مبارزه دائمی را ضد تروریسم بین‌المللی و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و سلاح تاکید داشت. در انجام نشست جلسه نوبتی وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی یک قطار اظهارات مشترک قبول گردید، از جمله اظهارات مشترک کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی درباره همبستگی و کمک متقابله در مبارزه علیه سرایت کرونا ویروس، درباره دستگیری نوبتی دعوت تبریک کل سازمان ملل متحد به آتشبس جهانی و تصدیق عهده‌داری و مقصدها و پرینسیپ های آیین‌نامه سازمان ملل متحد از جمله مشترکات عمومی قبول شده بودند. و در خبر آخری نیز نظر میکنیم به ازبکستان همسایه کشور. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف 26 می سال روان برای تشکیل نشان سرسینگی مهر سخاوت فرمان به توصیف رسانید. موافق ترتیبات دادن نشان سرسینگی مهر سخاوت شهروندان ازبکستان و شهروندان خارجی که عنعنه‌ها و صفات‌های نیک مردم ازبکستان را قدر میکنند و یا در رفع عاقبت‌های آفت‌های گوناگون طبیعی و حالت‌های فوق‌العاده کمک میرسانند با این نشان قدردانی می‌گردند.
غیر از آن این جایزه با نشان رحمدلی، مهربانی، سخاوتمندی و نیکوحوالی که در تبدیل دادن حرکت عمومی ملی و فعالیت بر سمت دستگیری های همه‌جانبه طبقه ها از جهت اجتماعی آسیب پذیر اهالی سهم گذاشتند و رساندن کمک های بشری، این چنین اشتراک فعالانه در تحکیم فضای صلح، آرامی، وحدت و همدیگر فهمی در جامعه سرفراز گردانده می شوند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات رئیس جمهوری ازبکستان. نشان سرسینگی مهر سخاوت از جانب پرزیدنت جمهوری ازبکستان یا از نام وی رئیس سنات، رئیس پالات قانونگذاری، سروزیر، راهبران مقامات جمهوریوی، وزارت و اداره ها و اتحادیه جمعیتی و راهبران ولایت ها سپاریده می شود. شنوندگان عزیز، در 12 دقیقه شما تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. تا ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه سلامت باشید.